دوستان سلام. در بازار فعلی املاک در تورنتوی بزرگ شاید به نظر برسه که امکان خانه‌دار شدن برای افرادی که بودجه اونا به دلایل زیر $1,000,000 وجود نداره. توی ماه جولای متوسط قیمت خونه‌ها در تورنتوی بزرگ حدود $1,118,000 بود و در کل استان انتاریو تو محدوده $920,000 ثبت شده بود. خب همونطور که گفته شد این اعداد نشون دهنده قیمت متوسط املاک. طی ماه آگوست خوشبختانه موارد متعددی از املاک در مناطق مختلف عموماً در شهرهای اطراف تورنتو با قیمت‌های زیر $1,000,000 معامله شدند. توی این ماه در منطقه یورک بیش از 49 تا خونه دیتچ، عموماً تو منطقه جورجینا و بیش از 26 تا خونه سمی دیتچ و تاونهاوس عموماً در مناطق مارکام و نیو مارکت فروخته شدند با قیمت‌های زیر $1,000,000. بنابراین میشه گفت هنوز جای امیدواری برای خونه دار شدن افرادی که بودجهشون کمتر از $1,000,000 هست. اگر به هر دلیلی به دنبال خرید خونه با قیمت زیر $1,000,000 هستید، میتونید با ما تماس بگیرید و آپشن‌های موجود برای خودتون رو با ما چک کنید. در حال حاضر ما دسترسی مستقیم به بیش از 120 تا لیستینگ تو مناطق مختلف در محله‌های مختلف و شهرهای مختلف تو منطقه یورک داریم که حتما میتونه یکی از اونها ملک مورد نظر شما باشه. من مسعود اصفهانی از تیم فیوچرز هوم هستم و این یکی از کانال‌های ارتباطی ما با شماست. اگه میخواین اطلاعات بیشتری در خصوص این جور ملک‌ها داشته باشید با ما در تماس باشین. 400 500 450 88 شماره تلفن ماست و توی سوشال مدیا تقریبا توی تمام پلتفرم‌ها هم میتونید ما رو فالو کنید، برامون پیغام بگذارید و فیدبک بدید. شاد و موفق و پیروز باشید.